در شرایط زندگی امروزی داشتن آرامش تقریبا به یه رویا تبدیل شده و به جاش استرس مهمون بدن ما شده. به کانال فرامفیت خوش اومدید. با به اشتراک گذاری مطالب هم به ما کمک کنید هم به سلامت دوستان خودتون. استرس موجب ترشح کورتیزول و آدرنالین در خون میشه که در این شرایط بدن تحریک میشه و قلب سریعتر میتپه و تنفسمون شدیدتر میشه. یه شرایط اضطراری که در اون بدن آماده دفاع یا حمله میشه. انگار که یک گرگ داره میاد طرفتون و دیگه این شمایید که تصمیم میگیرید با این انرژی اضافی که به لطف استرس دریافت کردید بجنگید یا فرار کنید. خب تا اینجا که استرس حکم انرژیزا رو داشته، پس مشکلش چیه؟ این افزایش انرژی که از هوا نیومده، بلکه به موجب کمکار شدن و تعطیل شدن اندامهای دیگه است. مثلا استرس فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک رو افزایش میده که نتیجهش میشه کند شدن فعالیت دستگاه گوارشی و خونرسانی به اون ناحیه. اینجوریه که بدن میگه خب قلب و ریه مهمه و الان توی حالت بقا هستیم، ولی دستگاه گوارش کمک چندانی نمیکنه. البته این تمام کاری که استرس میکنه نیست و فقط یه مثال ازش زدم. داشتن استرس ایرادی نداره، ولی مشکل اونجایی پیش میاد که بالای 3 ساعت در روز استرس داشته باشیم و به بدن وقت ریکاوری کافی رو نمیدیم.